هستیم، در خدمتتون هستیم. خدا خودمون رو شکر می‌کنیم، خدا توفیق داده، در خدمت بهترین ها هستیم. عرض کنم به حضورتون که ما نیومدیم حقیقتا خدمتتون حالا مثل جلسات دیگه یه سری چیزای کلیشه‌ای رو بگیم و این متد، این جی تی ام، اون فلان، نمیدونم این پست متد، از این چیزا نه. حقیقتش از این استفاده کردیم، از این فرصت که بیایم خدمت کسانی که بهشون مدیون هستیم، واقعا به جامعه معلمین مدیون هستیم. این توفیقاتی رو که خداوند خودش عطا کرده، ما مدیون همین جامعه معلمین هستیم، ما محصول جامعه معلمین هستیم. و عرض کنم حضورتون که دور هم جمع شدیم، نه برای اینکه یه سری دوز اند دونتس رو بگیم، چون معمولا کلاسایی که حالا هست یا جلساتی که هستش یه سری دوز اند دونتس رو میان میگن این کارو بکنید، این کارو نکنید، نمیدونم یه سری چیزاش هم دیسکریپتیوه دیگه، تشریحیه. آره این چیزا اینجوریه، این متداست، یه سری چیزاش تکراریه، یه سری چیزاش هم دستوریه. ما حقیقتا برای این نیومدیم خدمتتون. عرض کنم به حضورتون که خب یه مختصر حالا خدمتتون بگم از کاری که خداوند توفیق داده، با زحمت معلمین تونستیم، خدا بهمون کمک کرده اچیو کنیم. به عنوان یه CV خیلی مختصر، خیلی از دوستان ما افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم، در هر صورت دوستان جدیدی که خدمتشون نبودیم. به عنوان یه CV مختصر من فاضل هستم، اسماعیل فاضل. عرض کنم حضورتون کارشناس ارشد زبان هستم. عرض کنم از دانشگاه شیراز، دانشگاه دولتی شیراز. افتخار شاگردی اساتید رو داشتیم مثل آقای دکتر ریاضی، دکتر جعفرپور، دکتر یار محمدی. عرض کنم به حضورتون که از لحاظ سوابق کاری ما عرض کنم زمان دانشجویی که حالا بودیم آموزشگاه تهران 8 درس میدادیم، شهود درس میدادیم.